میدونی ترسناکترین چیز توی هر کافه چیه؟ رو حساب قبلی کافه نیست، منوی کاغذیشه. یه روز قیمت قهوه میره بالا، یه روز کیک تموم میشه، یه روز مشتری دقیقا همون چیزی رو سفارش میده که دیگه نداریم. بعد تو با یه لبخند الکی میگی که ببخشید منو آپدیت نشده بود. اون منوی کاغذی بعضی وقتا از خودت هم بیشتر خاطره داره. قیمتا که مال 3 ماه پیشه، عکساش هم که گذاشته مال روز افتتاحیته. برای چی این همه دردسر بکشی؟ تو با بندو یه QR کد داری که مشتری راحت اون رو اسکن میکنه، همه چیز رو به روز و جدید میبینه و همونجا هم سفارش میده. مشتری منوی به روز میبینه، اشتباه سفارش کم میشه، تیم فروش راحت‌تر کار میکنه و تو دیگه هر هفته با چاپخونه کلکل نمی‌کنی. منوی تو مهمترین مشتری بیزنسته. نذار یه کاغذ خط خورده کل بیزنست رو خراب کنه. بندو دستیار هوشمند کافه رستورانته. برای پلتفرم اختصاصی خودت بهمون پیام بده.